با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برادران عزیز و خواهران مهربان و بر کل مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم که هر یک شما خوب هستید و بر کل شما سلامتی خواهان هستم. میدانید ما چقدر نسبت یکدیگر بخیل هستیم، حسد میبریم. انا همین کودکی که شما میبینید، یکی عبدالرزاق و دیگری ایرالی، یعنی عبدالرزاق شهروند تاجیکستان است، اما ایرالی باشد شهروند جمهوری ازبکستان است. مقصد نوار من همین است که چرا ما همیشه حسد میبریم، بخیل هستیم، با یک کودک سر به سر میشویم. هنگامی که عبدالرزاق را دیدند چقدر پیشروی کرده ایستاده است، انا همین کودکی که شما دیده ایستاده اید ایرالی، انا همین کودک چی گفت؟ در یک برنامه اش گفت که من همراهی همان عبدالرزاق میروم. چقدر که او ستاره شد، من هم باید ستاره شوم. وقتی این نوار در جمهوری ازبکستان پهن شد، در سامانه های ازبکی ها پهن شد، مردم ازبکستان چیکار کردند؟ دستگیریش کردند، خیلی دستگیری های خوب کردند. ستارگان مشهور، همان ستارگانی که خیلی مشهور هستند، سن سالشون خیلی کلان هستند، انا همان ها نیز چیکار کرد؟ دستگیریش کردند. و امروز باشد در دبی، در ترکیه، در همه جا سیر و گشت دارد. و همان ستارگان بالیوود نیز رسم و نوار کرده شده است. ما باشد چی؟ ما باشد همیشه خطاگی یک مرد را، خطاگی این مردم را جستجو میکنیم، به جای آنی که چنین کودکان را دستگیری کنیم بخیلی میکنیم، حسد میبریم. مردم تاجیک نباید این خیل باشند. همان نواری که برادرمون اکای باران نوار برآورد، نسبت عبدالرزاق بسیار شخصان جوانها نوارها کردند، اما مردان با عقل و مردان سن سال کلان را هم دیدیم عبدالرزاق را مسخره میکردند. به خدا که عیب است، عیب. خود چیزی که بین آنها صادر شده بود ما و شما نمیدانیم. ما نمیدانیم که عبدالرزاق چی گناهی کرد یا اینکه اکای بهروز چی گناهی کرد. این را فقط خداوند میداند. چرا ما به جای دستگیری کردن، به جای باز هم به قله‌های بلند رسانیدن، حالا هم دوام داریم. حالا هم از پای تأخیر و حقارت‌های همین کودکی بیچاره هستیم. کم یک فکر کنیم. به خدا که بعضی سامانه‌های اجتماعی داخل میشویم، چیم از تاجیکان ما ازبکان پیش رفته ایستاده‌اند. همین بلاگرهای ازبکستان به نهایت پیش است در همه کارهای خودشان، در همه نوارهای خودشان. آنها خوب دستگیری میکنند. آنها همیشه طرفدار ملت هستند، طرفدار دولت هستند. ما باشد طرفدار دیگر دولت ها هستیم و از تاجیکستان آباد خودمان دوری میجوییم. فراموش نکنید که در هر کجایی که مردید، شما را غیر از زمین وطن خود دیگر هیچ وطن جا کرده نمیتواند. فراموش نکنید. خداوند همه ایمان و شما را در پناهش نگه دارد و از هر درد و هر بلا، هر آفت‌های زمین و آسمانی در پناهش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.